شما پلنت رو بچین بی سر و صدا، بدون دادار دودور، برو جلو، حتی به غلط انجامش بده، بزن نتیجه خودش بیاد، خودش سر و صدا کنه. نشنیدین خانواده ها میگن نگو چون چشت میزنن؟ روانشناسا میگن اگه بگی حالت خوب میشه چون بقیه دست میزنن؟ انجامش نمیدی دیگه، بیخیالش میشی. اساتید میگن نگو چون وقتی میگی تعهد ایجاد میکنی برای خودت و تعهد باعث میشه کیفیت کارت بیاد پایین، استرس میگیری دیگه. تو بحث‌های انگیزشی و کائنات و اینا میگن هر کسی خیرخواهت نیست، وقتی میگی انرژی منفیش میاد سمت تو، باعث میشه انجامش ندی. با وجود اینکه همه میگن ولی باز چرا انجامش میدی؟ اگه با خودت میگی بگم که کمک بگیرم، که آدم مشورت از یه نفر میگیره، همه که نمیگه. اگه میگی که حال خوب بگیرم، که نه، اونم ولمطلی. اگرم میگی که پوز بدی، که دیگه منمه، کاسبی هم منم، بر نمیداره، اصلا زندگی منم بر نمیداره. اگه از اینایی که ور جادوان و اصطلاحا زبونت باد بزنه جیگرته، اینو بدون تو کاسبی آدم پرحرف به جایی نمیرسه.